در این ویدیو میخوام 5 راهکار برای حفظ انگیزه در یادگیری زبان انگلیسی رو به شما معرفی بکنم. اما خب چرا این موضوع اینقدر اهمیت داره؟ میدونید نداشتن انگیزه کافی اون چیزیه که باعث میشه یه سری از زبان آموزها بعد یه مدتی اون شور و شوق اولیه خودشون رو نسبت به یادگیری زبان انگلیسی از دست بدن. اما از اون طرف زبان آموزانی که انگیزه کافی برای یادگیری دارن، نه تنها شور و شوقشون نسبت به روز اول کمتر نمیشه، بلکه بیشتر هم میشه. ممکنه یه سری از زبان آموزها منابع خیلی خوبی رو در اختیار خودشون داشته باشن، در کلاس زبان خوبی هم ثبت نام کرده باشن، با یه سری از روش‌ها و تکنیک‌های یادگیری زبان انگلیسی هم آشنا باشن، اما چون انگیزه کافی ندارن، نه از این منابع استفاده میکنن، نه به طور درست حسابی در کلاس ها شرکت میکنن و نه از روش ها و تکنیک ها برای یادگیری خودشون استفاده میکنن. زمانی که یک زبان آموز تصمیم میگیره یک متنی رو به زبان انگلیسی بخونه، یک کتابی رو بخونه، به یک پادکستی گوش بکنه، یک فیلمی رو تماشا بکنه یا حتی در کلاس زبان ثبت نام بکنه، پشت همه این کارها و تصمیمها یه انگیزه‌ای وجود داشته و برای اینکه ما بتونیم این کارها رو همیشگی کنیم و حالا به طور روزانه اونا رو انجام بدیم، باید دنبال یه سری راهکارهایی برای حفظ انگیزه و شور و شوق خودمون نسبت به یادگیری زبان انگلیسی باشیم. باید بدونیم که چه چیزایی باعث انگیزه ما میشن و سعی کنیم اونا رو تقویت بکنیم. از اون طرف بدونیم که چه چیزایی باعث بی‌انگیزگی ما میشن و سعی کنیم اونا رو حذف و یا کمتر بکنیم. و این نکته رو هم در نظر داشته باشید که همه زبان آموزها انگیزه ها و اهداف یکسانی ندارن. یعنی زبان آموزها از منابع مختلفی انگیزه های خودشون رو تامین میکنن. مثلا یه سری از زبان آموزها ممکنه به خاطر این زبان انگلیسی رو یاد بگیرن تا فرصت‌های شغلی بهتری داشته باشن. حالا یکی یاد میگیره که توی خارج از کشور شغل بهتری داشته باشه، یکی یاد میگیره که توی کشور خودش شغل بهتری داشته باشه. زبان آموزها میتونن به خاطر تحصیلات خودشون زبان انگلیسی رو یاد بگیرن. حالا یکی میخواد زبان انگلیسی رو یاد بگیره تا در خارج از کشور در یک دانشگاه بهتر تحصیل بکنه و یکی یاد میگیره تا در کشور خودش به منابع علمی بیشتر و بروزتری دسترسی داشته باشه. ممکنه یه زبان آموز از داشتن یک معلم خوب و حرفه‌ای انگیزه بگیره. یه زبان آموز میتونه از شنیدن داستان موفقیت یه زبان آموز دیگه انگیزه بگیره و صدها دلیل و انگیزاننده دیگر. پس زبان آموزها از یادگیری زبان انگلیسی انگیزه ها و اهداف متفاوتی دارن. الان بیایید و ببینیم که چطور میتونیم انگیزه خودمون رو حفظ و یا تقویت بکنیم. اولین کار این هست که بیایم و اهداف مشخص و قوی برای خودمون تعیین بکنیم. هر چقدر که اهداف ما مشخصتر و قویتر باشن، همونقدر احتمال موفقیت ما هم بیشتر میشه. یه سری از زبان آموزها میان و اهداف گنگ و مبهمی رو برای خودشون تعیین میکنن. مثل اینکه من میخوام زبان انگلیسی رو خیلی خوب یاد بگیرم، من میخوام به زبان انگلیسی مسلط باشم. این هدف اصلا مشخص نیست. شما چرا میخواید زبان انگلیسی رو یاد بگیرید یا تا چه حد میخواید به زبان انگلیسی مسلط باشید؟ یه هدف مشخص میتونه این باشه که یک فردی الان توی کشور خودش شاغل هست، یک شغلی رو داره، یک مهارتی رو داره و الان میگه که من میخوام زبان انگلیسی رو یاد بگیرم تا بتونم در خارج از کشور یک شغل بهتری رو به دست بیارم. پس به دست آوردن شغل بهتر به واسطه یادگیری زبان انگلیسی یه هدف مشخصی هست. یا یک شخصی میخواد زبان انگلیسی رو یاد بگیره تا بتونه در یک دانشگاه در خارج از کشور پذیرش بشه. همه اینها اهداف مشخص هستن و همونطور که گفتم هر چقدر که اهداف شما مشخصتر باشن، همونقدر احتمال موفقیت شما هم بیشتر خواهد شد. و در کنار
داشتن اهداف مشخص، باید این نکته رو هم در نظر داشته باشید که اهداف شما باید واقع بینانه باشن. اینکه شما بیایید و از خودتون انتظار داشته باشید که در مدت زمان کوتاهی مثل 1 ماه، مثل 3 ماه، مثل 6 ماه از 0 به 100 برسید، یعنی زبان انگلیسی رو کامل یاد بگیرید، اصلا انتظار واقع بینانه‌ای نیست. حالا بماند که از کجا نشأت میگیره، به خاطر تبلیغات رنگی اینترنتی که حالا هیچ هدفی جز خالی کردن جیب شما ندارن و یا هر دلیل دیگه‌ای، به جا شما میتونید این انتظار رو از خودتون داشته باشید که مثلا در هفته 50 تا لغت یاد بگیرید، یا این انتظار رو از خودتون داشته باشید، این هدف رو برای خودتون تعیین بکنید که در عرض 1 ماه 1 کتاب داستان کوتاهی رو به زبان انگلیسی بخونید. پس تحت تاثیر چنین حرفایی قرار نگیرید و اهداف مشخص و واقع بینانه برای خودتون انتخاب بکنید. دومین کاری که میتونید برای حفظ انگیزه خودتون انجام بدید این هست که بیایید و خودتون رو در محیط‌هایی قرار بدید که یادگیری زبان انگلیسی یه چیز کاملا طبیعی و عادی هست. حالا این محیط‌ها کجا هستن؟ یه سری گروه‌های تلگرامی که بقیه زبان آموزها یا حتی خودتون با همکلاسی‌های خودتون ساختید. یه سری پیج‌های آموزشی رو در اینستاگرام دنبال بکنید، یه سری کانال‌های آموزشی رو در یوتیوب دنبال بکنید و یا ساده ترینش در یک کلاس زبان ثبت نام بکنید. وقتی که شما مثلا در کلاس زبان ثبت نام کردید، میرید و میبینید که چقدر زبان آموزای دیگه‌ای هم هستن که مثل شما میخوان زبان انگلیسی رو یاد بگیرن. هیچکی رو به خاطر اشتباهاتش مسخره نمیکنه، قضاوت نمیکنه. حالا درسته که اشتباهات بخش طبیعی از فرایند یادگیری هستن و نباید کسی رو به خاطر اشتباهاتش مسخره کرد و قراره که حتی من خودم یک ویدیو در مورد فواید اشتباه کردن هم بسازم و میرید اونجا یه سری بهانه ها به طور خودکار برای شما حذف میشن. شما مثلا شاغل هستید و میگید که یادگیری زبان انگلیسی با شغل من جور در نمیاد و در کلاس میبینید که یک شخصی هست که علاوه بر این که شاغله متأهل هم هست، 3 تا هم بچه داره، اما همچنان میخواد زبان انگلیسی رو یاد بگیره. پس با خودتون میگید که من به اندازه کافی نمیخواستم و مشتاق نبودم که زبان انگلیسی رو یاد بگیرم. پس دومین کاری که ما میتونیم با استفاده از اون انرژی و انگیزه لازم رو برای یادگیری خودمون تامین بکنیم این هست که خودمون رو در یه سری محیط‌هایی قرار بدیم که یادگیری زبان انگلیسی در اونها کاملا عادی و طبیعی هست. سومین کاری که باید برای حفظ انگیزه خودتون انجام بدید این هست که باید از منابع متنوعی استفاده بکنید. داشتن تنوع در یادگیری زبان انگلیسی از واجباته. حتما باید تنوع رو داشته باشید. اما متاسفانه یک تله‌ای وجود داره که اکثر زبان آموزها به اون دوچار میشن و اون هم تله بهترین هست. یعنی زبان آموز میگرده دنبال اون یه دونه بهترین کتاب که بتونه با استفاده از اون زبان انگلیسی رو یاد بگیره. زبان آموز همیشه میگرده دنبال اون یه دونه بهترین دوره، اون یه دونه بهترین کلاس که بتونه فقط با استفاده از اون زبان انگلیسی رو یاد بگیره. اما واقعیت تلخ این هست که چنین چیزی اصلا امکان پذیر نیست. هیچ یه دونه کتاب، هیچ یه دونه کلاس، هیچ یه دونه دوره‌ای نیست که شما رو به هدف خودتون برسونه و شما بتونید با استفاده از اون زبان انگلیسی رو یاد بگیرید. شما باید از منابع متنوعی برای تقویت جنبه‌های مختلفی از زبان انگلیسی خودتون استفاده بکنید. یکی دیگه از خوبی‌های استفاده از منابع متنوع این هست که دیگه فعالیت یادگیری زبان انگلیسی یک نواخت نمیشه براتون. یعنی همیشه مثلا از کتاب‌ها استفاده نمی‌کنید، همیشه از کلاس‌ها برای یادگیری خودتون استفاده نمی‌کنید. مثلا برای یادگیری گرامر میتونید از کتاب‌ها استفاده بکنید. برای تقویت مهارت لیسنینگ خودتون از پادکست‌ها استفاده بکنید. فیلم تماشا بکنید. برای تقویت مهارت مکالمه خودتون برید فیلم تماشا بکنید و ببینید که شخصیت‌های اون فیلم
توی موقعیت‌های مختلف از چه جملات و عبارت‌هایی استفاده میکنن. شما همونا رو یادداشت بکنید و اونا رو تمرین بکنید. برای یادگیری کلمات برید یه سری داستان‌های کوتاهی که مناسب سطح شما هستن رو پیدا بکنید و کلمات اون داستان رو یاد بگیرید. نکته مهم دیگه همین هست که از منابعی که به اونها علاقه‌مند هستید بیشتر استفاده بکنید. به عنوان مثال اگه فرد کتابخونی هستید یه سری کتاب‌هایی رو در موضوعاتی که به اونها علاقه دارید پیدا بکنید و بخونید. اگه فردی هستید که به آشپزی علاقه دارید، یعنی به موضوع آشپزی علاقه‌مند هستید، میتونید یه سری ویدیوهایی رو در اینترنت پیدا بکنید که سطحش مناسب سطح شما هست و این شکلی علاقه خودتون رو با زبان انگلیسی ترکیب بکنید. طبیعتاً وقتی که شما دارید به ویدیویی تماشا میکنید که به موضوع اون علاقه‌مند هستید، انگیزه بیشتری به تماشای اون ویدیو خواهید داشت. پس برای اینکه انگیزه خودتون رو حفظ بکنید سعی کنید از منابع متنوع‌تری استفاده بکنید و البته توجه داشته باشید که اون منابعی که برای خودتون انتخاب میکنید اولا مناسب سطح شما باشن و دوما در موضوعاتی باشن که شما به اونها علاقه‌مند هستید. این شکلی شما انگیزه بیشتری به استفاده از اون منابع خواهید داشت. چهارمین کار که برای حفظ انگیزه در یادگیری زبان انگلیسی ضروریه این هست که باید خودمون رو با بقیه زبان آموزها مقایسه نکنیم. این یکی از عادتهای ناسالم اکثر زبان آموزهاست که همیشه تمایل دارن خودشون رو با بقیه زبان آموزها مقایسه بکنن. فلانی چقدر داره سریع زبان انگلیسی رو یاد میگیره، چقدر داره خوب به زبان انگلیسی صحبت میکنه و من نمیتونم، چقدر اشتباهات کمتری داره، چقدر گرامرش خوبه و این لیست هی همینطوری ادامه پیدا میکنه. این که ما بیایم خودمون رو با بقیه زبان آموزها مقایسه بکنیم واقعا هیچ سودی برای ما نداره به جز این که خودمون رو بی‌انگیزه و ناامید بکنیم. البته مقایسه کردن سالم میتونه خوب باشه، اما در کل بهتره به جای مقایسه بیایم از تجربیات زبان آموزان موفق یاد بگیریم و استفاده بکنیم. مثلا اگه یه شخصی میتونه به خوبی به زبان انگلیسی صحبت بکنه، به جای اینکه خودمون رو مقایسه بکنیم و بگیم که فلانی چقدر داره خوب صحبت میکنه و من نمیتونم، بریم و ازش بپرسیم ببینیم که چه کارهایی برای بهبود مهارت اسپیکینگ خودش انجام داده. ما هم بریم و اون روش ها رو امتحان بکنیم، شاید برای ما هم جواب داد و لزوما هم قرار نیست که روشی که برای یک شخصی جواب داده حتما برای یک شخص دیگه هم جواب بده، اما خب ما امتحان میکنیم و شاید برای ما هم جواب داد. پس به جای اینکه ما خودمون رو با بقیه افراد مقایسه بکنیم، سعی کنیم از تجربیات اونها استفاده بکنیم و ببینیم که چه کارهایی برای تقویت سطح زبان انگلیسی خودشون انجام دادن. پنجمین راه برای حفظ انگیزه خودمون یک خصوصیتی هست که باید اون رو در خودمون ایجاد بکنیم و نمیدونم چرا وقتی که بحث یادگیری زبان انگلیسی میشه هیچ این خصوصیت رو نداره و از خودش نشون نمیده و این خصوصیت داشتن صبر هست. ما میدونیم که یادگیری زبان انگلیسی یک فرایند تدریجی و طولانی مدتی هست. حالا شما هی عجله بکن، هی بخوای یک کتاب نمیدونم 100 صفحه‌ای رو در یه هفته بخونی و تموم بکنی، هی سعی کن توی یه روز 100 تا لغت یاد بگیری، چه اتفاقی میفته؟ امروز 100 تا لغت رو میخونی، شب که چشاتو میبندی صبح باز میکنی میبینی که هیچ چیزی یادت نیست. چه اتفاقی میفته؟ فقط وقت خودت رو به احتمال زیاد تلف کردی. عوضش میتونستی تمرکزت رو بذاری روی یادگیری 10 تا لغت، اما اون 10 تا لغت رو با عمق بیشتری یاد میگرفتی و این شکلی اون کلمات توی ذهن تو پایدارتر و ماندگارتر میشدن. خود این انگلیسی ها که ما میخوایم زبون اونها رو یاد بگیریم میگن haste makes waste. عجله کار شیطونه. راسته که میگن آدم عجول یه کاری رو 2 بار انجام میده. یه بار عجله میکنه و توی دام یکی از این تبلیغات رنگی اینترنتی میفته، میخواد زبان انگلیسی رو توی 20 جلسه یاد بگیره. هم پولش رو به باد میده، هم زمان خودش رو تلف میکنه،
و مهمتر از اون انگیزه خودش رو برای یادگیری زبان انگلیسی از دست میده. من به جرئت میگم که در یادگیری زبان انگلیسی هیچ رازی وجود نداره، هیچ میانبر و راه جادویی وجود نداره. اگه رازی هم وجود داشته باشه اینه که در یادگیری زبان انگلیسی باید استمرار و صبر داشته باشید. این نکته خیلی ساده رو باید همیشه یادمون باشه که یادگیری زبان انگلیسی یک فرایند خیلی تدریجی و زمانبری هست که نیاز به صبر و استمرار داره. اگه این نکته رو فراموش بکنیم به احتمال زیاد دچار یکی از تله‌های تبلیغاتی بیرحمانه میافتیم که به احتمال زیاد پول، انرژی و انگیزه خودمون رو از دست خواهیم داد. الان بیایید و همه کارهایی که در این ویدیو گفتیم رو یه بار دیگه با هم دیگه مرور بکنیم. اولین کار که میتونیم برای حفظ انگیزه خودمون انجام بدیم این هست که اهداف مشخص و واقع بینانه‌ای برای خودمون تعیین بکنیم. دومین کار این هست که ما بیایم و در یه سری محیط‌های حضور داشته باشیم که یادگیری زبان انگلیسی در اون محیط کاملا عادی و طبیعی هست و افراد زیادی هستن که در اون محیط مثل ما میخوان زبان انگلیسی رو یاد بگیرن. سومین کار این هست که ما بیایم و از منابع متنوع و منابعی که به اون علاقه‌مند هستیم استفاده بکنیم. چهارمین کار دست از مقایسه کردن خودمون با دیگران برداریم، چرا که هیچ سودی برای ما نداره. و پنجمین مورد این هست که یک خصوصیتی رو در خودمون ایجاد بکنیم که برای یادگیری زبان انگلیسی و حفظ انگیزه کاملا ضروری و الزامی هست. اونم داشتن صبر و استمرار هست. الان از شما میخوام که زمانی رو اختصاص بدید و یک لیستی تهیه بکنید از همه اون چیزایی که باعث افزایش انگیزه شما میشن و سعی کنید اونها رو بیشتر انجام بدید و اونها رو تقویت بکنید و یک لیستی هم تهیه بکنید از همه چیزهایی که باعث بی‌انگیزه شدن شما میشن و سعی کنید اونها رو حذف کنید و حداقل درصدش رو کمتر بکنید. و در نهایت امیدوارم که هیچ موقع دچار بی‌انگیزگی نشید و بی‌انگیزگی سراغ شما نیاد که قطعا خواهد اومد. اما حداقل امیدوارم که نکات ویدیو امروز به شما کمک بکنه و فراموش نکنید که هر موقع دچار بی‌انگیزگی شدید یه نگاهی به لیست خودتون بکنید، ببینید که اصلا چرا یادگیری زبان انگلیسی رو شروع کردید. قطعاً به حفظ و افزایش انگیزه شما کمک خواهد کرد. That's it for today's video, and as usual, take care of yourself and take learning English to the next level.